چرا اومدم توی این ویدیو ابیلیتی هایی که داشت تکیدا انجام میده رو انجام بدم و ادیتورم فیلمش رو میذاره اینجا. و قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو، لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره و زنگوله پایینم بذارید رو آل تا هر وقت ویدیو جدید گذاشتیم با خبر بشید. بزن بریم سراغ ویدیو. خب بچه ها، طبق معمول که الان شما دارید اینجا میبینید، ما الان باید این کارو کنیم. نمیفهمم عدالت به چی میگه؟ یه لحظه فکر کردم فوتباله، اینجور دستم میزنم گلچی میزنم، ولی خب نه نیست. بچه من کلا پاهامو فقط تا اینجا میتونم بیارم که تو گلچی ها اینجوری میارم. کلا فقط من عاشق ورزشم، ولی خب فکر کنم نمیخوام اسپویل کنم، نمیگم بس. واسه نیواد، اولین نیواد قراره واسه نیواد به فاک بریم. این دیدش چه حسی داری؟ من وقتی هم اینقدی من لازه کات میکنم صدا دارم. پویان توهمی تو کامنت ها بابا اللاب هم گذار کرد. بچه ها ببین، اگه بتونم 10 بار پرتاب کنم و هوا، 10 بار فقط به همین کارو تکرار کنم. حاجی یه سوال، اگه بندازمش رو زمین میاد؟ بله، توپ تنیس خیلی راحته. فقط نمیدونم این بندایی که اینجا یارو گذاشته چپونده به هم چیه؟ ولی خب اینجوره. بسم الله. میتره بخیر. حالا که میخوام بزنم به سقف. خورد تو سقف. بیایید بهتون نگاه. شت گیم. بچه من کارهایی که میکنم و دوربینم فقط من تو ادیت میبینم، جای دیگه نمیبینم. شما رو الان برداشتم ببازیم. بسا اینجا پره، اینجا سیاه کارتونش، تو بخوره به اینجا تموم. اگه تو این توپ هم نداره. بچه من بعض هوش اسپایدرمنی مثل جو لیدر نمیدونم چی کار کنم. خب مثل اینکه هوش اسپایدرمنی من که میذاره از اینجا برم بالا دیگه کارساز نیست متاسفم. بابا چند بار شد وایسا. آها 5 بار. بچه من نمیدونم چند بار شد، تو ادیت میفهمم. ولی خب هر چند تا که شده باشه عددش رو اینجا واسهتون میذارم. البته من که کاری نمیذارم. البته من که ویدیو رو ادیت نمیزنم، ادیتور میزنه. بچه باید تمرکزم رو توپ باشه، باید توپ رو فقط ببینم. میشه جمع بزنم؟ جمع مثلا الان من کلا 5 نمیدونم چند تا زن فکر کنم 5 تا زن. اصلا از اول جمع میزنم. 1 2 تا 3 تا. بابا من دلم برای نیما من دلم برای خودم سر چیز میسوزه، برای 180 با کنم. بچه ما پسرها کلا پاهمون رو بیشتر از این حد فکر نکنم بتونیم با کنیم، ولی هر دختری که میشناسم
خواهرم 4 سالشه، پاهاشو تا اینجاش وا میکنه. دختر فکر کنم فقط دخترها میتونن با کنن، پسرها با کنیم به خاطر فکر کنم به خاطر ما بوده. بله بچه خدایش نمیتونم هلیکوپتری، خدایش نمیتونم. بریم بعدی. آخه من گفتم نمیتونم رو دست را برم، ولی خب من کلا وقتی اینقدر بود که این تابلو داشت اینجا میبینید میتونستم همه این ابیلیتی ها رو انجام بدم. چرا اون موقع یوتیوبر میشدم، اون موقع یوتیوبر میشدم میخواستم این کارا رو انجام بدم، این پیشگل 2 ثانیه طول نمیکشید من کل ویدیو رو تموم میکردم. خیلی خوب بزن بریم دستم با بریم. بچه من کاری نکنم شانسی ندارم، باید پرده سبز میگم پیاره. والالا آی من کمرم فکر کنم قراره به فاک بره، واسه همین قراره یکم بیاریم عقب‌تر که نریم توی اون زبالا. اومده 3 2 به قرآن تونستم دیگه، به خدا تونستم، همین 3 ثانیه که موندم تو رو خدا تونستم. بریم بعدی. صد و 80 با بچه من یه لحظه بچه راستی من متوجه یه چیز دیگه میگه من تو میگم به توخ فوش نیست، بازم به تخم مرغای مرده. خیلی خوب بریم که قراره پاهامون ناقص شد. خیلی خوب برای مرحله اول 180 پا باید بشینیم، پاهامون با کنیم. شد داره میشه. آی آخ شدش داره میشه. میتونه جدام شد. به خدا بریم بعدی. خیلی خب بچه بافتنی بود که بافتنی هم نمیتونیم انجام بدیم. آخرین بار که بافتنی انجام دادم اون نیلش رفتش تو اونجا، نیلش یک تیکه تیز داشت، این تیکه از اینجا تا اینجامو پر خون کرد. راجعه همین تا همین دید وقتی من همچنین این داشتمو بودم بچه داشتم راست بزن دین 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 خیلی ناموسم داداشی خیلی دوست دارم بچه راست اینجا یه مقام هم داره. برم بزن روی سرش بچه این دارشون یه لوح کرمی چسبه به دیوار و خلاصه امیدوارم تا ویدیوی بعدی خوش و سلامت باشید. اگه سابسکرایب هنوز نکردید سابسکرایب کنید، لایک کنید، کامنت بذارید تا ویدیو